لباس شنای خانم‌های اروپایی غربی 100 سال پیش یه لباسی بود آستیندار، یه مایو بود، مایو آستیندار و تا اینجا کاملا پوشیده. خب بعد یواش یواش این اومد هی بالا به ترتیب به مرور زمان و شد یه مایو یه تیکه تمام قد. خب بعد یواش یواش شد 2 تیکه، بعد یواش یواش شد 1 تیکه. الان هم مایوهایی هست که اصلا نمیدونم اصلا بپوشن نپوشن گویا تفاوتی نمیکنه. حالا باز برمیگردیم به فرهنگ. چرا در غرب اینطوری شد؟ و من میخوام به خواهران ایماندار، خواهران مسیحی ایرانی یا حتی خواهران مسلمان ما بگم که این چیزهایی که الان دارم میبینم مطابق مسیحیت نیست. اتفاقا مسیحیت ستیزه. Iran wurde angegriffen und nicht Israel. Das sind keine Patrioten, ihr seid die Schachparasten und Waffenfuruschi seid ihr. یعنی دم این پیرمرد آلمانی گرم خیلی حال کردم، اصلا باورم نمیشد. شما ببینید یه عده جمع شدن اسمشون گذاشتن ایرانی، دارن طرفدار حمله اسرائیل به ایران، دارن اونجا شعار میدن. یه پیرمرد آلمانی میاد میگه آخه بی غیرتا دارن اسرائیل به کشور شما حمله کرده، شما دارید از چی دفاع میکنید؟ بعد میاد بهشون میگه شاه پرست و وطن فروشید شما. یعنی حتی اون لغتش هم بلد بود. واقعا کلاه ندارم ولی برای این پیرمرد آلمانی کلاه از سر برمی‌دارم. بنده خدا هم بعدش پلیس هم گرفت دستش رو متفرقش.